ببخشید منو برای چی آوردید کلانتری؟ واسه مصرف روانگردان. چه خوب. خب زود بیارید مصرف کنیم، من باید برم کار دارم. خجالت نمیکشی؟ چرا؟ چون خیلی کار دارم؟ نه، چون خیلی کارا میکنی که آدم روش نمیشه بگه. چند روز زیر نظری. واسه چی بچه رو نشوندی ترک موتور با 120 تا رفتی؟ نمیگی بیفته؟ بچه؟ بله اینهاش. چرا مامانت کو؟ تو افتاد؟ کجا میرفتی حالا؟ اداره آب و بلا نسبت شما فاضلابی کنترل میگیرم واسه ساختمون. ساختمون؟ این جنازه رو هم از سر ساختمون آورد. جنازه چیه؟ اون حالش خوبه. تمام استخوناش شکسته. خب به من چه؟ تو زدیش. نه، تو آوردیش بیمارستان و گفتی کباب خورده. کی با کباب خوردن دنده‌اش میشکنه؟ خب سهم منو خورد. تو هم از طبقه دهم انداختیش پایین. نه، من فقط تهدیدش کردم. بعدم طبقه دهم نبود، طبقه اول بود. شاهدا دیدن دهم بود. ببین جناب سلام، کسی که از طبقه دهم میفته صداش اینجوریه.